سلام علیکم. به بخش کارعملی مضمون اسناد داوطلبی برنامه آموزشی ابتدایی تصدیقنامه مدیریت تدارکات خوش آمدید. دوستای عزیز، طوری که آگاهی دارید اسناد داوطلبی یعنی شرطنامه های معیاری مطابق با ماده 20 قانون تدارکات و حکم 20 طرز العمل تدارکات اساس داوطلبی بوده و یکی از مهمترین مضامین برنامه ابتدایی تصدیقنامه مدیریت تدارکات به شمار می رود. یک شرطنامه معیاری برای تدارک اجناس دوستان عزیز دارای 3 بخش و 8 قسمت می باشد که قبلا شما در ویدیوها مطالعه کردین و برتان تشریح شده و همچنان در لکچر نوت هایتان موجود است، در چپتر هایتان موجود است. شرطنامه معیاری قسمه که گفتیم 3 بخش و 8 قسمت داره و بخش اول طرز العمل های داوطلبی است که این بخش متشکل از 4 قسمت می باشد. قسمت اول دستورالعمل به داوطلبان است. قسمت دوم صفحه معلومات داوطلبی است. قسمت سوم معیارهای ارزیابی و اهلیت است و همچنان قسمت چهارم فرم‌های معیاری داوطلبی است که قسمت چهارم متشکل از 10 فرم می باشد که این فرم عبارت از فرم شماره 1 یا فرم 01 فرم معلومات اهلیت داوطلب است، فرم 02 اجناس، فرم معلومات شرکت مشترک یا جیوی است، فرم شماره 3 یا فرم 03 فرم تسلیمی آفر است، فرم 04 یا فرم اجناس شماره 4 جدول قیمت برای اقلام اجناس وارداتی که در بیرون از جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شده اند و همچنان فرم 05 اجناس یعنی جدول قیمت برای اجناس قبلا وارد شده که در بیرون از جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شده است و همچنان فرم اجناس 06 جدول قیمت برای اجناسی که در جمهوری اسلامی افغانستان ساخته شدند و همچنان فرم اجناس 07 یا فرم هفتم جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی است و همچنان فرم 08 تضمین آفر است، فرم 09 اظهارنامه تضمین آفر است و همچنان فرم 10 اجازه نامه تولید کننده است. یعنی قسمت چهارم فرم های داوطلبی متشکل از 10 فرم می باشه که تمام این فرمجات توسط داوطلب خانه پوری میشه. و بخش دوم نیازمندی ها است که در این بخش دوستان عزیز فقط یک قسمت وجود داره که جدول نیازمندی ها است و توسط اداره تدارکاتی خانه پوری میشه. بخش سوم قرارداد است، یعنی در بخش قرارداد این بخش دارای 3 قسمت می باشد که قسمت 6 شرایط عمومی قرارداد است، قسمت 7 شرایط خاص قرارداد است و قسمت 8 فرم های قرارداد می باشد که در قسمت فرم ها باز هم 4 فرم وجود داره که فرم شماره 11 نامه قبولی آفر است، فرم شماره 12 موافقت نامه قرارداد است، فرم شماره 13 تضمین اجرا است و همچنان فرم شماره 14 تضمین پیش پرداخت می باشد. و دوستای عزیز در مجموع وقتی که ما یک شرطنامه معیاری اجناس در نظر بگیریم، قسمت دوم یعنی صفحه معلومات داوطلبی، قسمت سوم معیارهای ارزیابی و اهلیت، قسمت پنجم جدول نیازمندی ها، قسمت هفتم شرایط خاص
و همچنان قسمت هشتم فرم های داوطلبی توسط اداره تدارکاتی خانه‌پوری میشن و به تعقیب ویدیوهای قبلی کار عملی که برای شما در نظر گرفتیم خانه‌پوری صفحه معلومات داوطلبی یعنی قسمت دوم شرطنامه معیاری تدارک اجناس می باشد که صفحه معلومات داوطلبی که BDS یا بیدینگ دیتا شیت هم برش میگن در مطابقت با قسمت اول شرطنامه معیاری یعنی دستورالعمل برای داوطلبان و نیازمندی اداره تدارکاتی خانه‌پوری میشه. دوستای عزیز برای شما به عنوان مثال در این کار عملی تدارک 100 پایه کامپیوتر لپتاپ در نظر گرفتیم و قسمی که در ویدیوهای قبلی هم گفتیم پروژه هایی را که ما بر شما انتخاب میکنیم فقط یک نمونه مثال است و در این قسمت پروژه ما مربوط به وزارت معارف است یعنی تدارک 100 پایه کامپیوتر لپتاپ ما برای وزارت معارف در نظر گرفتیم. این قسمت دوست عزیز که شما میبینین قسمت پوش یا کور پیچ شرطنامه است که در این قسمت اول اسم اداره است که وزارت معارف و پروژه ما یا عنوان تدارکات ما تهیه و تدارک 100 پایه کامپیوتر لپتاپ است. آدرس مکمل اداره ما وزارت معارف واقع دی افغانان ناحیه دوم شهر کابل. شماره داوطلبی ما دوست عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم هر اداره بر خود یک کد نمبر خاص داره. مثلا ما در اینجا گرفتیم MOE یا Ministry of Education یا وزارت معارف /G یعنی goods یا اجناس /45 یعنی شماره قرارداد ما 45 است /99 سال 1399 و /NCB یا داوطلبی باز داخلی است و بودجه ما بودجه انکشافی. تعداد بخش ها ما تقسیم به بخش ها نداریم، فقط خریداری یک قلم جنس یا 100 پایه کامپیوتر لپتاپ است. تاریخ صدور دوستای عزیز تاریخ است که ما تدارکات به اعلان مسپاریم، یعنی امی تاریخ که بعد از اینکه تنگ دریافت کردیم در اینجا درج میکنیم. و قسم که قبلا بر شما گفتم یک شرطنامه معیاری برای تدارک اجناس شامل 3 بخش و 8 قسمت می باشد که قسمت ها را در روی صفحه می بینین دوستای عزیز. حال میاییم سر قسمت دوم یا صفحه معلومات داوطلبی. در این قسمت در قدم نخست نام اداره است. اداره ما است وزارت معارف. نام و شماره این داوطلبی قبلا هم در ویدیوهای قبلی برای تدارک ساختمان مثال داده بودیم. در اینجا هم مشابه ساختمان تهیه و تدارک 100 پایه کامپیوتر لپتاپ یعنی اسم پروژه ما است و نمبر تشخیصیه یا شماره داوطلبی MOE/G/45/99 و NCB می باشد. دوستای عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم یک صفحه معلومات داوطلبی همیشه با در نظر داشته دستورالعمل برای داوطلبان خانه‌پوری میشه و در سمت چپ ماده های معیاری و استاندارد دستورالعمل درج است. یعنی هرگاه ما در خانه‌پوری صفحه معلومات داوطلبی به مشکل مواجه میشیم باید به دستورالعمل مراجعه بکنیم و مطابق دستورالعمل یا هدایاتی که بر ما داده شده صفحه معلومات داوطلبی را باید خانه‌پوری بکنیم. داوطلبان از
کشورهای زایل واجد شرایط نمی باشد، چون ما در اینجا کشورهایی را نداریم که غیر واجد شرایط بر ما گفته شده باشه، پس در این پروژه ما قابل تطبیق نیست. اجناس و خدمات ضمنیان از کشورهای زایل واجد شرایط نمی باشد. وقتی که کشورها پیش ما معروم نشده، در بلک لیست نامده، پس اجناس و خدمات ضمنی هیچ کشور پیش ما و شما غیر واجد شرایط نیست. در اینجا هم نوشته میکنیم قابل تطبیق نیست. شرطنامه از مراجع زایل قابل دریافت می باشد. شرطنامه را دوستای عزیز میتونین که از آمریت تدارک اجناس و خدمات غیر مشورتی، ریاست تدارکات، منزل سوم، وزارت معارف، محمد جان خانواد دی افغانان، کابل افغانستان و شماره تماس شعبه 020 34 56 789 و شماره وبسایت یا آدرس وبسایت www.npa.gov.af. و در صورتی که توضیح در مورد شرطنامه نیاز باشه، پس داوطلبان می توانند به آدرس ارتباطی زایل مراجعه بکنند: وزارت معارف، محمد جان خانواد دی افغانان، مدیریت تدارکات، آمریت تدارک اجناس و خدمات غیر مشورتی، ریاست تدارکات، منزل سوم، مدیریت تدارک اجناس، اتاق شماره 25 و شخص مسئولم محمد سمیر، مدیر تدارکات اجناس. شماره تماسش 0093 700 140 789 و ایمیل آدرسش muhammad.samir@moe.gov.af. جلسه قبل از داوطلبی. جلسه قبل از داوطلبی را آدرسش در اینجا درج کردیم: وزارت معارف، ریاست تدارکات، آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی، مدیریت تدارکات اجناس، منزل پنجم، اتاق جلسات، کابل افغانستان. شماره تماس هم امو شماره قبلی است و تاریخش تاریخ 10/5/1399 ساعت 10 قبل از ظهر. یعنی ما در اینجا 10 روز قبل از آفرگشایی جلسه قبل از داوطلبی را دایر میکنیم. آفر به زبان دری و پشتو ارائه گردد. ویرایش شرایط تجارت بین المللی. از این که دوستای عزیز انکوترمز ارده سال بعد ویرایش پیدا میکنه و فعلا انکوترمز 2020 قابل اجرا می باشه، پس ما اینجا ویرایش شرایط تجارت بین المللی را انکوترمز 2020 گرفتیم و محل مقصد دیپوی وزارت معارف مطابق شرایط تجارت بین المللی، یعنی DDP تحویل پس از پرداخت گمرکی است. دوستای عزیز، در اینجا ما دو آدرس داریم، یکی محل مقصد است و یکی مقصد نهایی است. که در محل مقصد ما میتونیم که محل را در اونجا درج بکنیم که در آنجا جنس تحویل داده میشه که تحویل خانه باشه یا محل دیگر باشه، یعنی در اونجا جنس تسلیم داده میشه. اما مقصد نهایی جای است یا محل است که اجناس مورد استفاده قرار میگیرد. از اینکه ما سطح کامپیوتر لپتاپ به ریاست های ولایتی وزارت معارف خریداری کردیم، پس محل مقصد ما دیپوی وزارت معارف است و
مقصد نهایی ما ریاست های ولایتی وزارت معارف می باشد. قیمت های ارائه شده توسط داوطلب قابل تعدیل نیست. داوطلب مکلف است که قیمت آفر را به واحد پول افغانی ارائه بکنه. مدت کارایی اجناس 5 سال. اجازه نامه تولید کننده ضروری می باشد و خدمات بعد از فروش نیاز نیست، چون ما کامپیوتر خریداری می کنیم و معمولا هر اداره آیتی دارن که نیاز به خدمات بیشتر نیست. مدت اعتبار آفر 90 روز می باشد. آفر باید توأم با تضمین آفر در فرم شامل در قسمت 4 فرمه های داوطلبی ارائه گردد. یعنی وقتی که آفر بر ما ارائه می کنن مطابق به قسمت 4 فرمه های داوطلبی ارائه بکنن. مقدار تضمین آفر. دوستای عزیز، این پروژه را که ما در نظر گرفتیم، قیمت پروژه ما است 8 میلیون و مقدار تضمین آفر قسمه که همیشه بر شما یادآور شدیم ما نباید فیصدی بگیریم، یعنی فیصدی در نظر میگیریم اما به مبلغ، یعنی تضمین آفر مقدارش 2 تا 5% قیمت تخمینی است، ولی زمانی که ما صفحه معلومات داوطلبی را تکمیل میکنیم یا خانه پوری میکنیم، در این زمان ما فقط امون فیصدی را محاسبه میکنیم که در اینجا ما تضمین آفر بیشتر از 2.8% گرفتیم، یعنی 2.8% ما 224,000 افغانی میشد، ولی ما 225,000 افغانی تضمین آفر محاسبه کردیم و در این قسمت برتان درج کردیم بین 2 الی 5%. خب در قسمت دیگهش دوستای عزیز، در قسمت که داوطلب ارگاه مرتکب اعمال مندرج یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف های جزئی 1 و 2 را نقض نماید، حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت لازم نیست غیر واجد شرایط اعلام می نماید. علاوه بر اصل آفر به تعداد کاپی هایش 2 کاپی نیز باید تسلیم داده شود. در بخش تسلیمی و گشایش آفرها، داوطلبان نباید آفرهای خیش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند. پاکت های داخلی و بیرونی باید آوی علائم تشخیصی اضافی ذیل باشد، یعنی در پاکت های درونی و بیرونی آفر نام و آدرس داوطلب درج شود، عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند 1 ماده 24 باشد، آوی نام، نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند 1 ماده 1 هر نوع توضیحات اضافی مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. آوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفرگشایی در مطابقت با بند 1 ماده 27. و در قسمت بعدیش صرف به مقصد ارائه آفر، آدرس اداره، شخص مسئول گل محمد مدیر تدارکات اجناس، آدرس وزارت معارف محمد جان خان واد افغانان، منزل و شماره اتاق منزل 3 دالیزه دی یا دال اتاق شماره 20، شهر ناحیه 2 شهر کابل. ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها تاریخ 25/5/1399 ساعت 10 قبل از ظهر می باشد. در قسمت بعدی، در قسمت بازگشایی آفرها، یعنی آدرسی که آفرها باز میشه، در اینجا درج کردیم وزارت معارف محمد جان خان واد، منزل و شماره اتاق منزل 5 سالن کنفرانس وزارت معارف،
شهر کابل ناحیه دوم، تاریخش 25/5/1399 و زمان هم ساعت 10 قبل از ظهر گرفتیم. و یک نکته دیگر که باید همیشه در شرطنامه ها تذکر بتین این است که در صورتی که تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفرها در روز بعدی کاری در همان ساحت از قبل تعیین شده بازگشایی صورت می گیرد. مثلا دوستای عزیز، رخصتی ها را خود طبعا ما چک میکنیم مطابق جنتری، ولی بعض اوقات رخصتی های پیش میه، مثل چند روز قبل جرگه مشورتی صلح دایر شد که در همچو حالات ما و شما چون آگاهی از رخصتی ها نمی داشته باشیم، پس ما وقتی که در شرطنامه خود نوت ذکر میکنیم به این معنی که وقت رخصتی ختم میشه و ساعتی که قبلا ذکر کرده بودیم ساعت 10 بجه باز آفرگوشایی صورت میگیره. در صورت ارائه آفر به صورت الکترونیک، در اینجا ما گفتیم که به صورت الکترونیک مجاز نیست، پس گشایش به صورت الکترونیک قابل تطبیق نیست. آفرهای ارائه شده به واحدهای پولی مختلف باید به واحد پولی افغانی تبدیل شوند، یعنی منبع تبادله نرخ اسعار در افغانستان بانک است و تاریخ تبادله اسعار مطابق نرخ روز آفرگشایی. ارزیابی آفرها بر مجموع اقلام اجرا میشه دوستای عزیز، و در صورتی که مجموع قیمت قلم یا اقلامی که در آن قیمت ارائه نشده است از 10% قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محسوب می گردد که این نکات باید ما در صفحه معلومات داوطلبی خود در نظر بگیریم. تعدیلات به اساس معیارات ذیل در قسمت 3 معیارات ارزیابی و اهلیت تذکر رفته صورت می گیرد. یعنی دوستان عزیز، در این قسمت ما اگر دو گزینه داریم، بله و نه خیر. در صورتی که ما بله را انتخاب می کنیم، پس ما باید روش و نحوه تعدیلات باید در اینجا درج بکنیم. از اینکه پروژه ما به همچو تعدیلات نیاز نیست، پس ما تمامش نخیر استفاده میکنیم، یعنی انحراف در جدول تسلیمی نخیر، انحراف در جدول پرداخت نخیر، مصارف تعویض اجرای اجزای عمده پرزجات اضافی الزامی و خدمات ایرام نخیر گرفتیم. موجودیت پرزجات و خدمات بعد از فروش، تجهیزات ارائه شده آفر در جمهوری اسلامی افغانستان ایرام نخیر گرفتیم. مصارف پیش بینی شده عملیاتی و مراقبت در جریان عمر استفاده تجهیزات ایم نخیر. کارایی و معلدیت ارائه شده اینا را تمامش ما نخیر گرفتیم. میایم در قسمت اعطای قرارداد. حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زیاد می گردد و حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که کم می گردد، اردویش 25% می باشد. دوستای عزیز، این زمان است که قسمی که در شرطنامه می بینین یعنی زمان اعطای قرارداد است، یعنی قبل از عقد قرارداد ما تا 25% میتونیم که امو اقلامه یا فی قلمه زیاد بکنیم و یا کم بکنیم. در صورت شکایات موجود باشه باید به کدام آدرس مراجعه شود؟ شکایت به آدرس ذیل ارسال شده می تواند. توجه به کی؟ به عبدالرحمن غنیزاده رئیس تدارکات، آدرس محمد جان خان بود، منزل سوم اتاق شماره 18، شهر کابل ناحیه دوم. دوستای عزیز، این بود کار عملی امروز ما شما در مورد نحوه خانه‌پوری صفحه معلومات داوطلبی، شرطنامه معیاری تدارک اجناس
خدا کنه که مورد علاقیتان قرار گرفته باشد و آموزنده باشد. تشکر از توجهتان.